ببین این آبجکت چقدر باله. من این امتیه رو که بهش نزدیک میکنم این شکلی تغییر میکنم. حالا اینو چطوری من ساختم؟ میام یه دونه UV اسفیر میارم تو کارم، شید اسموسش میکنم، مودیفایر ساب دیویژنم بهش میدم، یه دونم امتی اد میکنم توی کارم، میذارمش اینجا. حالا میرم روی این اسفیره، توی قسمت ورتکساش من ادیت مودم فعال میکنم، یه دونه اد ورتکس میزنم، اساینش میکنم. حالا میرم دوباره توی مودیفایرم سرچ میکنم پاراکسیمیتی، میام اد میکنم یه دونه ورتکس ویز پاراکسیمیتی، ورتکس گروپ هم میدم به گروپ، تارگت آبجکت هم به امتی، مودشو میذارم روی جیومتری، فیس رو انتخاب میکنم، ارتفاعش هم مثلا تا 3 بره. یه دونه دیگه مودیفایر من نیاز دارم، دیسپلیس رو اد میکنم، یه دونه نیو میزنم برای دیسپلیس و میرم توی قسمت تکسچرش. اینجا مدل های مختلفی رو شما میتونید اد کنید. من مثلا الان کلاتس رو انتخاب میکنم، دوره برمیگردم تو مودیفایرم، ورتکس گروپش هم میدم به گروپ، فقط این تیکه اینورتش رو فعال میکنم. و من اگه این نزدیک کنم این شکلی میشه، اینجوری خیلی چیز باحالی میشه. اگه خواستین این مدلش هم عوض کنین توی این قسمت تکسچراش میتونین مدل های مختلفی رو براش افعال کنین.